یکی از اتحادهای معروف اتحاد مربع دو جمله‌ای هست که ما در این ویدیو میخوام اون رو بررسی بکنیم. اتحاد مربع دو جمله‌ای چی هست؟ اتحاد مربع دو جمله‌ای اتحاد مربع دو جمله‌ای به این صورت فرمولش a به اضافه b به توان 2 مساوی با a به توان 2 به اضافه 2ab به اضافه b به توان 2 که ما جای a و b مقادیر مختلف رو که قرار بدیم میتونیم از این اتحاد استفاده کنیم. مثلا x به اضافه 3 به توان 2 اینو من میخوام حساب بکنم با استفاده از همین اتحاد مربع دو جمله‌ای. خب میشه x همون a هست و 3 هم همون b است. a به توان 2 یعنی x به توان 2 به اضافه 2ab یعنی 2x ضرب در 3 به اضافه b به توان 2 3 به توان که میشه x2 به اضافه 6x به اضافه 9. میتونستیم البته این رو هم به این صورت بگیم که اتحاد مربع دو جمله‌ای میگه وقتی یه دو جمله‌ای به توان 2 برسه جوابش میشه مربع اولی یعنی اولی به توان 2 به اضافه 2 برابر اولی ضرب در دومی به اضافه دومی به توان 2 که بازم همونجور. اگه منفی هم داشت منفی میذاریم. حالا یه مثال هم برای منفیش میزنم که بهتر معلوم باشه. مثلا 3x منهای 5 به توان 2. خب اینو من میخوام الان حساب بکنم. خب اولی به توان 2 یعنی 3x به توان 2 منهای 2 برابر اولی یعنی 2 برابر 3x ضرب در دومی به اضافه دومی به توان 2 3x به توان 2 یعنی 9x2 منهای 2 3 تا 6 تا 6 5 تا 30 تا 30x به اضافه 5 5 تا هم 25 تا. خب امیدوارم که این ویدیو به کارتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون.